امروز 11 تیر ماه 1404 و جلسه هیئت دولت از وزیر اقتصاد تا وزیر امور خارجه به آقای رئیس جمهور گزارش دادند که در این مدت چه کردن و چه میخواهند بکنن. دولتی‌ها شگفت زده شده بودند از اتحاد مردم. این اتحاد مردم بی‌نظیر بود و واقعا دشمن رو مایوس کرد. مردم ما مردم درجه یکی هستند. شگفتانه بود برای دنیا. انشالله اون رو حفظش بکنیم و تقویتش بکنیم. عزیز انشالله ما منتظر سفرهای آقای دکتر حتما انشالله، ولی ما باید دولت مردان این مردم رو هیچ وقت فراموش نکنن. فراموش نمی‌کنن و همه جوره پای کار مردم هستن. مثلا در حوزه معیشت کالابرگ هم که شروع شد، آغاز شد توزیع. کالابرگ که از شنبه برای سدهک شروع شد، همین امروز هم در واقع بحث در واقع 14 که بقیه این 17 که در دورهای قبل می‌گرفتن رو بر اساس دستور رئیس جمهور سازمان برنامه منابع مالیش رو تأمین کرد. آقای وزیر از صادرات نفت چه خبر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صادرات نفت کما فی السابق با کمیت و شرایط قبل ادامه داره. دغدغه‌ای هم در این رابطه فعلا نداریم. نمره خوب وزیر نیرو به مردم در مدیریت مصرف برق. البته مردم دارن کمک میکنن، من دارم شاهدم. ما همین الان نسبت به پارسال برق کمتری داریم مصرف میکنیم. این نشان دهنده این هست که مردم دارن کمک میکنن. یه خورده همه به هم کمک بکنیم ان شاء الله وضعیت این یکی دو ماه رو عبور خواهیم کرد و بعد وضعیت انشاءالله بهتر خواهد شد. علاوه نیروگاه و اینا چطور خبر جدیدی؟ ما الان در 1000 تا ساختگاه در حال نصب تجهیزات پنل خورشیدی هستیم. چه خبر از ساماندهی اتباع؟ تا این لحظه شاید در سال جدید حدود 400,000 نفر برگردانده شدن. یک لایحه سازمان ملی مهاجرت هم دولت تصویب کرد. این لایحه در مجلس هست. خب به هر حال اگه بخواد این ساماندهی بشه باید همه ارکان کشور درگیر بشن. اینطور نباشه که به هر حال نیروی انتظامی دستگیر کنه ببره دوباره برگردن. باید 0 تا 100ش یه مجموعه این رو پیگیری بکنه، یعنی از صدور ویزاش گرفته تا اینکه اشتغالشون در داخل کشور. هتلداران پای کار آسیب دیدگان جنایات اخیر. الان هم مجمع هتلداران اعلام کرد در سراسر کشور ما 18043 هتل و اقامتگاه و بومگردی و مراکز اقامتی داریم. اعلام کردن که هر کجا نیاز باشه از سوی دولت ما در خدمت هستیم. تا دیشب 180 خانوار 551 نفر ما توی 7 هتل مستقر هستن و ما داریم بهشون خدمات ارائه میکنیم و هر چقدر هم که بنیاد مسکن به ما معرفی بکنه از کسایی که برمیگردن یا چی، ما کاملا در خدمتشون هستیم. برای آسیب دیدگان شنیدم خبر خوبی هستش. خوبه الحمدلله داره کار میشه دیگه. خانم صادق هم فکر کنم پای کار آوردین از زحمات شما. واقعا حوصله ان شاء الله که موفق باشید. خانم دکتر در مورد بازسازی من شنیدم شما اکثر دستگاه رو مأمور کردین روی این قضیه. بله ان شاء الله که به جدی دنبال میشه. حالا خانم دکترم گزارش میدن. کلیات پشتیبانی از بازسازی هم امروز مصوب شد و جزئیاتش ان شاء الله تا یه روزهای آینده حتما ابلاغ میشه. امروز یکی از موضوعات بسیار مهمی که در دولت راجع بهش صحبت شد و مصوب شد موضوع تخصیص 1000 میلیارد تومان بود که به بنیاد مسکن داده میشه و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه برای اسکان موقت و بازسازی اماکن مسکونی که در حمله رژیم صهیونیستی آسیب دیدن انشالله کار رو بتونن دنبال بکنن. رئیس سازمان انرژی اتمی: صنعت هسته‌ای با بمباران از بین نمی رود. عملیاتی که تو ایران اینا انجام دادن ضربه به منشور ملل متحد بود. یعنی نشون داد که در این دنیا قانون جنگل حاکمه و شما اگر قدرت نداشته باشی و قدرتمند نباشی نمیتونی به حیات خودت ادامه بدی و خب ملت ایرانی رو خوب درک کردن و پاش ایستادن. صنعت هسته‌ای چیزی نیست که با بمبارون از دست بره. صنعت بومی، فناوری بومی در جان مردم، در جان این آب و خاک و راه پیشرفتش همچنان همواره و مستحکم ادامه خواهد داشت. آقای دکتر خدا قوت، خسته نباشید. آقای دکتر روزهای پرکاری رو دارید شما. دیگه در حال تلاش می‌بینید. آقای دکتر روزا بیشتر به چی فکر می‌کنید؟ به حل مشکلات مردم و نگرانی‌هایی که دارن و ما باید طوری عمل بکنیم که انشالله این عزیزان مشکل پیدا نکنن. هماهنگی، همراهی، چه دولت چه مردم و اینکه مردم عزیز کشور ما واقعا شجاعانه با همدلی اومدن تو صحنه و افتخار آفریدن و دشمنان ما را هم در رابطه با اون توطئه‌هایی که داشتن ناامید کردن.
و این خیلی قابل قدردانیه و ما خودمون رو مدیون ملت میدونیم و تلاش خواهیم کرد که خدمتگزار این عزیزان باشیم. خدا قوت. ممنون آقای رئیس.